دوست داری در خونه های کال آف دیوتی موبایل رو باز کنی؟ دوست داری سوار هلیکوپتر بشی؟ دوست داری گان از رو زمین برداری؟ یا دوست داری شلیک کنی با گانت؟ پس این ویدیو رو از دست ندید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اوس پرویزم، امیدوارم که خیلی یعنی خوش اومدید به این ویدیو. آقا امروز من میخوام بهتون آموزش بدم. بعضی از دوستان بلد نیستن تیر بزنن یا سوار هلیکوپتر بشن یا سوار ماشین بشن یا سوار موتور این ور اون وری بشن. آقا خلاصه گفتم یه آموزش کلی از اینا بذارم که شما هم یاد بگیرید و امیدوارم که به کارتون بیاد. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب ببینید رفقا، اومدیم سراغ آموزش اول. آموزش اول اینه که آقا شما چطوری سوار جت بشین، یعنی چطوری سوار جت بشین و بتونید با جت پرواز کنید. خب ببینید رفقا، بذارید من برم اینجا یه چند تا گان بردارم بهتون بگم. گانه به دردمون نمیخوره. خب ببینید رفقا، وقتی میایین بغل جت دو تا گزینه داره. اولین گزینه اینه که فقط شما میتونید سوار بشین و کمپ کنید دیگه، خلاص یعنی سوار جت بشین و کمپ کنید، المیان شما رو نمیبینن. دومیش اینه که شما آقا سوار جت میشین و عرضم به حضورتون اینجوری میتونید با جت پرواز کنید و همینجور میکشین بالا دیگه، میتونید با جت پرواز کنید و نمیدونم برید این ور و اون ور و این چرت و پرتا. خب بچه ها، میرسیم به آموزش دوم. داخل این آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطوری برید بالای سقف خونه. بذارید من اینو بزنم. خب من اینو کشتم، این انمیو. حالا در طول ویدیو بهتون میگم چطوری تیر بزنید. خب ببینید، برای اینکه بخواید بریم بالای سقف خونه کافیه شما بپرید. چرا نشد؟ یه لحظه صبر کنید دوستان. بچه ها، چون این سقف خونه خورده بالا. آها نه شما با شمشیر ساکورا میتونید راحت. ای بابا نشد که. بچه ها با شمشیر ساکورا شما راحت میتونید بیاید بالای خونه و اینجا بشینید و کمپ کنید و یه دونه المی پیدا کنید و عرضم به حضور تا المی اومده شما هم کمپ کردین دیگه، المی نمیمینه و شما به خیال خیلی راحت و تضمینی، بهتون میگم تضمینی، میتونید المیاتون رو بزنید. بریم سراغ آموزش سوم. خب دوستان، میرسیم به آموزش سوم. چطوری اینو باز کنیم، یعنی این جعبه ابزار رو که داخلش گان و نمیدونم این چرت و پرتا رو میده بازش کنیم. خب رفقا، خیلی هم این کار ساده است، یعنی واقعا اصلا کار سختی نیست. شما فقط برید بغلش میتونید درش رو باز کنید دیگه. درش باز میشه و شما میتونید گانایی که داخلش هستن و عرضم به حضور چی بود اسمش، لوت کنید گاناشو دیگه. بریم سراغ آموزش چهارم. خب رفقا، میرسیم به آموزش چهارم. ببینید شما عرضم به حضورت بعضیاتون بلد نیستین در خونه های کال آف دیوتی موبایل رو باز کنید. بعضیا از سقف میرن داخل، بعضیا از پنجره میرن داخل، بعضیا از لوستر کورل میرن داخل. خیلی افراد هستن از همه جا وارد خونه میشن، ولی من میخوام یه راه تضمینی به شما معرفی کنم که نه دمج بخورید نه اینکه مثلا طول بکشه. خب ببینید رفقا، وقتی بغل این در وای میسید یه گزینه‌ای داره این پایین که نوشته آقا شما میتونید این در رو باز کنید. خب روی این میزنید و در خونه به صورت خیلی شکل و مجلسی باز میشه. خب وقتی شما اومدید داخل، عرضم به حضورتون دوباره این در رو میایین بغلش وای میسید و روی این گزینه میزنید و در این خونه بسته میشه. بریم سراغ آموزش پنجم. خب دوستان، همینجوری که مشاهده میکنید زومم اومده و من دارم میمیرم و شما هم داخل زوم گیر میافتید یهو و بلد نیستین چی کار کنید. خب تو آموزش پنجم میخوام بهتون بگم که آقا چجوری سوار ماشین بشید. خب ببینید رفقا، برای اینکه سوار ماشین بشید مثل جت میمونه. روی این گزینه میزنید
و همینجوری که هسته شما میتونید سوار ماشینتون بشید و گازشو بگیرید و از زوم فرار کنید که همینجور که میبینید الان زوم برای من خیلی دوره و من نمیتونم برسم با پای پیاده، چون این سب کن ببینم چجوری میاد اول، حواسم بلد نیستم. خب آره، بعد ارزم به حضورتون برای اینکه گفتم دیگه تو زوم وقتی شما داخل بتنی و میخواید رنگ کاب کنید، بعضیاتون حالا با اسکوادتون میرید مثلا بازی میکنید و شما نمیتونید سوار ماشین بشید دیگه. من آموزش رو بهتون یاد دادم، امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید و بذارید ببینم من میتونم برسم به زوم یا نه. برو پرویز، ماشاءالله 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 ماشاءالله. شما هم بزنید همین الان لایک و سابسکرایب. خب میرسیم به آموزش ششم بچه‌ها. بذارید من اینو بزنم. خب بچه‌ها میرسیم به آموزش ششم. بچه‌ها تو این آموزش که آموزش آخرمونم هستش و بچه‌ها این ویدیو پارتیه، یعنی این پارت اولشه. پارت دومش هم دیگه به وسایل‌های دیگه‌ای میپیوندیم، یعنی بهتون یاد میدیم. اگر از این پارت حمایت کنید پارت بعدیش هم به احتمال خیلی زیاد براتون قرار میدیم دوستان. خب دوستان داخل آموزش ششم میخوام بهتون یاد بدم، بعضیاتون شنا کردن داخل کال آف دیوتی موبایل رو بلد نیستید. ببینید برای اینکه بخواید شنا کنید، مثلا میخوایم بریم اونور ساحل، خب آقا پرویز ما چجوری بریم اونور ساحل؟ خب ببین شما راه میرین اینجوری میتونید شنا کنید دیگه اسکین خودتون شنا میکنه تا اونور دیگه. و اگرم خیلی ببخشید گشاد هستید میتونید سوار چی بود این اسمش چیه نمیدونم اسم این چیه، شما میتونید سوار این بشین و آقا گازشو بگیرید و برین اونور ساحل. دوستان خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نشستین تماشا کردید. اینم بود از آموزش‌های فیزیکی یا استراتژیکی کالاف. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر گفتم از این پارت حمایت کنید 100% پارت دومش هم برای شما قرار میدم دوستان. پس تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و مراقب خودتون و خانواده‌هاتون باشید و اینکه خداحافظ.